چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به چنل TH اسکواد. امروز قسمت 2 کسخل بازی در پارک رو با هم دیگه داریم. با سلام. امیرحسین و باز جدید بتمن و آقای فرزاد. ببینیم که چه گویی میخوایم بخوریم. البته بازم مثل پارت قبله، ولی مهمونامون دارن میان و تا منتظر مهمونامونیم یکم بازی میکنیم تا ببینیم مهمونامون میان یا نه. بچه ما امروز رفتیم کاوازاکی تیر رو با تیر میزنم، تو رو با زوری یک جای متروکه اضافه مثلا براتون میذاریم ببینید. فعلا پیس. رفقا این از رفقامون، اینا بچه‌ها. میدونی به مال لاغر چی میگن؟ نیمار. خب به انا سلام. کسخل تو. این دوتا که همینجوری نمی‌نشینن تا مهمونامون بیان. اون که بتمن العالمینه. بتمن العالمین. این هم که اسپایدرمن کسکش. چاسکی برار. یاسین ده نمیری؟ یاسین بگو نمیری؟ بگیرم به خدا یکی لنگ تو بگیره این پهن میشه تو زمین. بچه ها امیرحسین رو یه کاری میکنم بیافته رو زمین. کسی میخواد بره بالا اون درختا. این هم که اسپایدرمن کسکش. درخت تو ای من مردم. این کسکشا نمیدونن، فقط گوز میکنن رفقا. بیاین تو نور حداقل بزنین ببیننتون. باز هم همین پارک قدیمی، باز همین مکان ها. کیف ما نیست کسکشو کافشن اومد. برو میخوام بسین که کی کرده من؟ تو چی؟ نگاه کن برای اینجوری رفقا امروز دیگه قرار قسمت 2 حسابی خوش بگذاره. یک سراغ بچه ها بگیر ببین کجان. از مهمونامون یه سراغ بگیریم ببینیم کجا. مارکوس بیا آتیش روشن کنیم. چاکس برا. الان میدونی چی میارزه؟ چای آتیشی. یکم بذار دم گوشی. شماره که مورد نظر اشغال است. شارژ پایین. بچه ها دوتایی شیک بریم بیت بزنم روش. شیک برو بیت بزنم. برو دارم میگیرم برو.
بچه های تکنولوژی که اینو وصل کردم به قاب موبایلم، هر لحظه ممکنه قاب گوشیم به گاه بره. استعدادهای نوشکفته و نهفته کشورمون رو دارید میبینید رفقا. یکی که خایه‌اش باز مونده، بیا خایه‌اش فیلم بگیریم. اینم گوتوم یاندی. اوخ دوباره افتاد زمین. دفعه سومه داره میفته. دوستان اثرات مخلوط جق با تریاک و میل آن در لحظه. بچه با دورمین رفتیم تو تخماش عشق کنیم. اوچ بابا اوچ یه دستی میشه نمیرسه رفقا. هوا خیلی سرد است دوستان. ما داریم پخ میزنیم. اثرات یخ زدن مثل اینکه بچه ها نیستن و جواب نمیدن. Ay bebem so. احتمال نه با کون میخوره زمین. هر کی با کون میخواد بخوره زمین یه لایک بزنه به صفحه. سریعتر. الان خوبه. نه بیشتر برو بیشتر. الان بی‌طرف میاد سورسه. بابا عجب حرکتی. سلطان حرکت. ماشاءالله ماشاءالله. کسنانت بیناموس.